سحرگاه باران نم نمی داشت دلم از بی‌غمی تو. چاره‌بینی‌های گرامی داشته خاطره 65 سالگی شادروان عالمی اسکندر در کاخ فرهنگ شهر پنجکین ادامه یافت. نخست اشتراکچیان این چاره‌بینی‌ها با راهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و دیگر مهمانان گرامی قدر لوحه به نام عالمی اسکندر گذاشتن نام کاخ فرهنگ شهر پنجکین را باز نمودند و تاکید گردید که نامگذاری با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و قرار مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت تصدیق شده است. در تالار کاخ فرهنگی شهر پنجکین نیمپیکره شادروان عالمی اسکندر افتتاح گردید که بار دیگر از توجه و احترام مردم شهر باستانی پنجکین به این آوازخوان بی‌نظیر می باشد. قابل ذکر است که هیئت نمایندگان وزارت اداره ها، مهمانان، کارشناسان به این تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین جهت گرامی داشته یاد ششمقان سرای ناتکرار عالمی اسکندر به نام او گذاشتن کاخ فرهنگی شهر پنجکین تشکیل این چاره‌بینی‌های واقعاً خاطرمان عرض سپاس کردند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده درباره زندگی نامه، فعالیت ایجادی و نقش روانشاد عالمی اسکندر در صنعت معاصر تاجیک خاصه ششمقام اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. باعث تاکید است که ملت ما در برابر تاریخ بوی و رنگین و میراث غناوتمند معنوی جاویدان نام آنهایی را که با هنر و استعداد خود در رشد و گسترش ساحه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی سهم گذاشتند ارج می‌گذارد. چنین تدبیرها در محور سیاست دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار داشته ما را وظیفه‌دار می‌نماید که در این سمت مهمی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای شایسته را به انجام رسانیم و با این راه به خودشناسی ملی و آرمان‌های واقعی دولتداریمان رسیده باشیم. چنانکه پیشوای معظم ملت تاکید می‌کنند تاریخ آینه هر یک خلق و ملت میباشد. ما باید این آینه را همیشه بی‌غبار نگاه داریم تا که مردم و مخصوصا نورسان و جوانان راه پرشرفی طی کرده خلقمان را در آن روشن و واضح دیده توانند. در نتیجه همین گونه مناسبت قدرشناسانه با بزرگان علم و ادب و هنر و صنعت ملت تاجیک تحت سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان امروز در شهر پنجکین با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت خاصتا رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده 65 سالگی ششمقام سرای معروف کشور هنرپیشه شایسته تاجیکستان شادروان عالی موبایف برگزار شده ایستاده است. از این لحاظ این چاره‌بینی در نوبت خود ارجگذاری به شاه اثر موسیقی ششمقام نیز به حساب می رود که به عنوان اساس و قله بلند فرهنگ و معرفت موسیقی سنتی خلق تاجیک رمز یگانگی و متحد سازنده ملت کان بنیادمان پذیرفته شده است. حاضرین گرامی، اگر به طور مختصر به تاریخ ششمقام توجه نماییم از روی معلومات سرچشمه ها روشن می گردد ششمقام ادامه تاریخ بدیعی مجموعه موسیقی کلاسیکی تاجیک می باشد که با عنوان 12 مقام معمول گردیده بود. این صنعت موسیقی کسبی در دوره حکمرانی ساسانیان سر کرده
خیلی رشد می‌یابد، زیرا شاهان ساسانی از جمله بهرام گور و خصوصاً خسرو پرویز به صنعت موسیقی اهمیت مخصوص می‌دادند. در این دوره یک زمره سرایندگان و دانندگان کسبی ساز و آواز چون باربد مروزی، سرکش، نکیسای چنگی، آزادوار چنگی، رامتین چنگی و دیگران به میان آمدند که توسط هنر و استعداد آنها پایدیوار بینای عظیم مقام گذاشته شده است. به این معنی در سرود و نوای شش مقام روحی توانای نیاگان بزرگ ما و شما نهفته هنر شش مقام از قدیم الایام در منطقه های مختلفی آسیای مرکزی و شرق نزدیک ترغیب گردیده توسط هنری ناتکرار استادان مقامخوان تاجیک به منطقه های مختلف عالم از جمله به خوارزم و چین، عراق و مغرب انتقال و رشد یافته است. خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان دستگیری و غمخواری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در رشد مقام سرایی تکانی خاصه بخشید. با فرمان پیشوای معظم ملت 12 می سال 2000 به دسته مقام خانان نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان مقام دولتی و نام استاد شش مقام فضلالدین شهابوف داده شده. به این مناسبت هر سال در سراسر کشور عزیزمان این سنه همچون روز شش مقام تجدید می‌گردد. در پرتو این فرمانی بالا ذکر پیشوای معظم ملت من بعد در شهر و ناحیه‌های کشور دسته‌های مقام سرایان تشکیل یافتند. از جمله با تأسیس یافتن کنسرواتوری ملی تاجیکستان سال 2000، انسامبل دولتی مقام خانان نوری خوجند سال 2000، اکادمی مقام سال 2003 و مکتب موسیقی بچگانه شش مقام در شهر دوشنبه سال 2005 و غیره در تعلیم و تدریس شش مقام شرایط مساعد فراهم آورد. در این باره پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان فرمودند: شش مقام داستان محتشم صفت و کلام است. در نواهای آن بهترین و عالی‌ترین آرزو و پندارهای نیک اجداد ما تجسم یافتند. امروز در دل پیر و جوان احساس شأن و شکوه استقلال تاجیکستان معوا گرفته است. در دست هر فرد تاجیک پرچم مجلای وطن، در سمعش سرود ملی، در دلش نیت باز هم آباد نمودن کشور عزیزمان تنتنه دارد. ما کنون به خاطر باز هم بالا برداشتن سطح خویشتن شناسی و ذوق زیبایی پرستی مردم تاجیک بهترین نمونه های میراث بای بدیعی استتیکی گذشتگانمان را احیا و ترغیب می نماییم. از این لحاظ ما مردم تاجیک افتخار از آن می نماییم که محض در زمان استقلال، محض در زمینه سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان امکانات بی‌نظیر برای رشد فرهنگ، علم و معارف به میان آمد و اهل جامعه خصوصا نسل نورس با شوق و الهام تازه رو به عالم معنویت آوردند. امروز مردم تاجیک نام هنرمندان شناخته و صنعتکارانی را که با هنر و مهارت والای نوازندگی و سرایندگی و آفرینش و ایجاد چون حاجی عبدالعزیز، صادرخان حافظ، شاهنظر صاحبوف، باباقل فیضاللهیف، فضلالدین شهابوف، برنا اسحاقова، بوی محمد نیازوف، معروف خوجا بهادروف، جورابک نبیوف و جورابک مرادوف، کریم قاسیموف، نگینا رؤوفова، نقره رحمتова، مستانه ارگشова و دیگران با دل و دیده هزاران هزار مخلصان جای گرفتند و ارزش‌های عمومی بشری فرهنگ ملی صنعت موسیقی کلاسیکی شش مقام را در عرصه عالم معمول و مشهور گردانیدند. گرامی می‌دارند. باعث افتخار است که
محض در دوران استقلال دولتی سال 2003 با تلاش‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان سازمان فرهنگی بین المللی یونسکو ششمقام را شاهکاری میراث فرهنگی غیر مادی اعلام نمود. این عمل بزرگ تاریخی امکان داد که اهل جامعه جهان خصوصا مخلصان موسیقی در کشورهای همسایه و همچنین امریکا و اروپا با بهترین نمونه‌های خرد فرهنگ آفرینی خلق تاجیک آشنایی نزدیک پیدا کنند. هنرپیشه شایسته تاجیکستان شادروان عالم بابایف که محفل امروزه به خاطر بزرگداشت یاد و هنر ناتکرار او دایر گردیده این قصر فرهنگی به نام او گذاشته شد، در همین شهر در خانواده سراینده محلی اسکندر تندوری چشم به عالم هستی باز کرده است. هنوز هنگام تحصیل در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکن استعداد فطری و میل و رغبت روزافزونش به صنعت آوازخوانی او را هدایت میکرد که عضو فعال محفل ادبی دبستان مذکور باشد و بیشتر با آهنگ و سرودهای کلاسیکی مرا ظاهر نماید. دوران نورسی و نوجوانی عالم در کنار پدر صنعتکارش اسکندر تنبوری که محفل‌آرای اکثر بزم و معرکه‌های ساکنان شهر و دیگر منطقه‌های کشور بود سپری شده، چون مکتب اصیل آموزش هنر آوازخوانی برای او در تربیت و به دست آوردن ملکه خوب هنری زمینه مساعد فراهم آورد. یعنی که استاد اولین پدر هستند، همچون ایدئال خود پدر را انتخاب کردند و برای انتخاب نموده پدر رفتند. عالم بابایف سال 1982 به دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده قبول شده، آن را سال 1986 موفقانه ختم نمود. نقطه اوج فعالیت هنری عالم بابایف این شامل شدن او به دسته ششمقام خانان فیلارمون دولتی تاجیکستان بود که در تشکل شخصیت معنوی و هنر آوازخوانی کسبی او نقش روشن گذاشت. مدت چون عضو دسته ششمقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان مهارت خوبی کسبی نشان داده، نام او چون آوازخوان ممتاز با سبک نادر سرایندگی در مقیاس جمهوری و خارج از آن مشهور شد. با هدایت صنعت شناسان و سرایندگان معروف کشور او برای اشتراک در معرفی هنر ششمقام سرایی تاجیک در چندین جشنواره و آزمون‌های بین المللی از جمله ترانه‌های شرق ازبکستان شهر سمرقند سال 1999، آزمون جهانی ضربه‌های شرق استرالیا سال 1986 و تونس سال 1991، موسیقی شرق فرانسه سال 1990 شرکت کرده صاحب جایزه و مقام‌های بلند گردید. با معرفی هنرمندانه صنعت موسیقی اتنیکی مردم تاجیک در شهر پاریس و درخواست صنعت شناسان و موسیقیدانان فرانسه، عالم بابایف 3 ماه در این کشور مانده، مدت در کنسرواتوار عالی موسیقی و رقص پاریس که مشهورترین تعلیمگاه موسیقی اروپا به شمار می رود، با محصلین درس ششمقام و موسیقی مردم تاجیک را داده است. عالم بابایف پس از ختم دانشکده صنعتی به نام میرزا ترسونزاده در سال 1980 در ردیف سرایندگان توانای ششمقام قرار گرفت، ولی در عین اوج شهرتش در سالهای جنگ شهروندی ترک شهر دوشنبه کرد و دور از صحنه بزرگ در پنجکن عمر به سر می‌برد. سال 2006 با سلسله نوی ترانه‌های مرغوب و دلنشینش دوباره به صحنه هنر کشور برگشته تصمیم گرفته شد که ژانر ششمقام سرایی را با همه ویژگی‌هایش به همراهی یک ارکستر مجهز سیمفونی اجرا و ثبت کند، ولی متاسفانه این آرزوی خویش را عملی کرده نتوانست. امروز سرود و آهنگ‌های عالم بابایف
در تمام گوشه و کنار وطنمان صدا داده در دل و دیده های مردم معوا گرفتند و چون غذای معنوی روح و روان ما را نیرو و توان تازه می بخشند. بنابر عقیده صنعت شناسان معروف کشورمان او در جریان ایجاد سرود و آهنگ‌های خود با یگان رویه مشهور سرایندگان معروف و اسلوب معمول شده در بین عامه تقلید نکرده است. عالم در طول عمر کوتاه خود ارکستر تخصصی خود را تشکیل کرده با استفاده استادانه و تخصصی در هر مورد خاص و موافق مضمون آهنگ از ساز و اسباب‌های مختلف موسیقی از جمله سینتزاتور، کلارنت، نای، هژک، رباب، تنبور، گیتار و غیره به خود مجموعه سرود و آهنگ‌های دلنشین و گوشنواز به یادگار گذاشت که چون زر خالص گنجینه طلایی موسیقی ملت تاجیکمان را غناوتمند نمود. همین خدمت‌های شایان تحسین عالم بابایف در رشد موسیقی ملی بود که به او از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان خاصا با فرمان پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان از 26 می سال 2000 تحت رقم 300 عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان داشت. استعداد، مهنت، خدمت‌های عالم بابایف در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم پیشوای معظم ملت از دوران صاحب استقلالی آغاز می‌گردد و سال 2000 الکی از جانب محترم پیشوای معظم ملت قدر کرده شده هنرپیشه شایسته تاجیکستان داده شده. با قرار مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین و مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت از 20 سپتامبر سال 2024 نامگذاری گردیدن مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ شهر پنجکین از تدبیرهای قدرشناسانه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین است که با هدف ترغیب فرهنگ و موسیقی ملی در بین اهالی و گرامی داشتی خاطره نیک این حافظ توانا انجام داده شدند. باعث تأکید است که سال 2020 از جانب شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان مجموعه متن و آهنگ‌های سرودهای عالم بابایف با نوت درآورده شده با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با نام سراخبار سرازم به نشر رسیده بود. امروز باشد کتاب هنرور از تبار آزادگان که با فراگیری مقاله و یادنامه های مخلصان، دوستان و پیوندان این هنرمند ممتاز می باشد از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین به نشر رسیده دسترسی هواداران گردید. طبیعی است که گردآوری و در یک مجموعه جمع آوردن همه نوشته های ارادتمندان هنری والای استاد عالم بابایف در یک مدت کوتاه امکان نداشت و یقینا بسیار مقالاتی هستند که در دست ما وجود ندارند. از این لحاظ کتاب مذکور را همچون نشر اول به خوانندگان پیشکش نموده نیت داریم در نشر دوم تمام نوشته های درباره حیات و ایجادیات استاد عالم بابایف تألیف گردیده را به نشر رسانیم. زمان استقلال زمان نیازهای تازه فرهنگی و معنوی می باشد و اهل علم و فرهنگ امروز وظیفه دارند که تا حد امکان و قدرت و الهام ایجادی برای قانع گردانیدن نیازمندی های معنوی مردم فرهنگ دوست دیارمان از دل و جان
خدمت نمایند. با همین مقصد پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در واخوری‌هایشان با زیاییان و هنرمندان ساحه موسیقی کلاسیکی ضرورت تجدید نظر نمودن مضمون و مندرجه هنرهای بدیعی اینچنین با طلبات زمان نو مطابق گردانیدن آنها از جمله آهنگ و ترانه‌های ملی را به میان گذاشته بودند. گذشته از این در پیام امساله خود نیز محترم پیشوای معظم ملت تاکید نمودند که مؤسسه‌های ساحه فرهنگ باید در رشد فرهنگ ملی سهمگذار باشند، زیرا اگر فرهنگ ملی ضعیف شود جایش را فرهنگ بیگانه پر می‌کند. بنابراین به نام هنرپیشه شایسته تاجیکستان استاد علیم بابایف نامگذاری گردیدن این قصر باشکوه در نزد اهل فرهنگ مسئولیت‌های بزرگی را گذاشته آنها را وظیفه‌دار می‌نماید که بر رشد همه جانبه میراث فرهنگی، تربیت و به وای رسانیدن نسل خودشناس و خودآگاه، وطن دوست و دارای معرفت بلند بیشتر توجه نمایند. زیرا در دوران استقلال دولتی حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت و معرفی باز هم بیشتری آنها در عرصه بین المللی از مهمترین هدف‌های ما به حساب می‌رود. در دایره چهاربینی‌های 65 سالگی علیم بابایف امروز در سر تربت او لوحه یادگاری گذاشته شده. کنفرانس علمی عملی تحت عنوان علیم بابایف شش مقام سرای معروف کشور با اشتراک شما مهمانان گرامی برگزار گردید. همچنین چند لحظه پیش مراسم نامگذاری کاخ فرهنگ شهر به نام علیم بابایف صورت گرفته پرده از بالای لوحه یادگاری و نیم پیکره او برداشته شد. ما با وسیله برگزاری کنفرانس و محفل ادبی برابر یادآوری کردن زندگی نامه و هنر بی همتای هنرپیشه شایسته تاجیکستان استاد علیم بابایف همزمان در ترغیب شش مقام سهمگذاری نموده تمام قشرهای اهالی را به گرامی داشت معرفت و حفظ نمودن فرهنگ والای گذشتگان جلب می نماییم. در آخر شما مهمانان گرامی و همدیاران عزیز را به افتخار 65 سالگی تجلیل زادروز هنرپیشه شایسته تاجیکستان استاد علیم بابایف تبریک و تهنیت گفته برایتان صحتمندی، زندگی خوش و خرم و کامیابی و موفقیت‌های بی‌نظیر تمنا دارم. سخن به فرزند شادروان علیم بابایف نصرتالله اسکندری. مرحمت. аввало ассалому алайкум мегӯям ҳамдиёрони азиз раиси муҳтарам чӣ хеле ки гуфтам толори хоки фарҳангро ба номи падарам гузоштам раҳмати калон шумо бод ташаккур чӣ хеле ки устод роида ки гуфтам шод зӣ бо сиҳчашмон шод ки ҷаҳон нест ҷуз фасонову бод боду абр аст ин ҷаҳон афсӯс бода пеш ор ҳарчи бодободе ки тинҷӣ бошаду фақат мо дар хизмати шумо бошем. محفل جالب هنری تحت عنوان گلبانگ ششمقام با اشتراک اهل هنری کشور، ولایت، وادی زرافشان و شهر پنجکین برگزار گردید که واقعاً بار دیگر شمع خاطره علیم بابایف را منور ساخت و نام او را برای امروزیان و آیندگان بردوام و جاویدان کرد. سلام اهل ادب، اهل معانی، سلام ای همدلان یاران جانی،
فدای دوستان گردد زیدیدار گلی ساز و سرودی جاویدانی. زرفشان می سراید با دف و چنگ، تو گویی موجهایش گشته آهنگ. به یاد عالم اسکندر امروز چه جای دل که می بالد دلی سنگ. زیون عاشقان شعر و آهنگ گلستان است یاران کاخی فرهنگ. ز دیدار شما در خانه چشم صفا پر می زند گل می کند رنگ. مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، باعث فرح و شادمانی است که امروز در شهر پنجکن با مساعدت مقامات اجراییه حاکمیت دولتی ولایت سوخت و قرار رئیس شهر پنجکن از 31 اکتبر سال 2024 65مین سالگرد ولادت هنرپیشه شایسته تاجیکستان علیم بابایف با تنتنه جشن گرفته می شود. خدمت‌های زنده یاد علیم بابایف در رشد صنعت تاجیک به خصوص 6 مقام خیلی نظررس بوده. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 می سال 2000 تحت رقم 300 با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدر شده است. همچنین با قرار مجلس وکیلان خلقی ولایت سوخت از 20 سپتامبر سال 2024 تحت رقم 507 مؤسسه دولتی کاخی فرهنگ شهر پنجکن به نام علیم بابایف گذاشته شد که امروز مراسم نامگذاری این بارگاه هنر با اشتراک شما مهمانان گرامی و اهل صنعت کشور گذرانیده شد. علیم بابایف ختم کرده دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، اشتراکچی آزمون‌های جمهوریوی تلویزیونی ایجادات خلق بوستان اندلیب، فستیوال‌های جهانی ضرب‌های شرق، آزمون موسیقی شرق ترانه‌لری بوده و چندین دولت‌های خارجی سفرهای هنری انجام داده سرودهای تاجیکی را به جهانیان معرفی نموده است. 6 مقام سرای معروف کشور زنده یاد علیم بابایف از آثار بزرگان علم و ادب متن انتخاب میکرد. از آثار سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی، شاعران کلاسیک بیدی، جامی، هلالی، حافظ، سعدی، شمس تبریزی، تغرل و دیگران بوده سرود زندگی را بال و پر بود. برای پیر و برنا معتبر بود. با باغ صنعت دلجوی تاجیک درخت پر ز شاخ و پر ثمر بود. صدایش بود جان بخش و گوارا، به کام عاشقان گوی شکر بود. بزیبد نام او بر کاخ فرهنگ که بر فرهنگ ملت با مدر بود. بماند نام او تا 6 مقام است که او فرزند خوشنام هنر بود.
اشکم ولی با پایی عزیزان چکیدم بارم ولی بسای با یاد و رنگ و بوی تو ای نوبهاری
همچون بنفشه سر به گریبان کشیدم دوست یارم یارم جان جانم چون خواب در هوای تو از پا فتاده‌ام چون اشک در قفای تو با سر دویدم من جلوه شباب ندیدم با عمر خویش یارم دادم از دیگران حدیثی جوانی شنیدم دوست یارم یارم فریادی دلم قربانت
قربانت من نگارم بی درد یارم گرمی گریزم از نظری مردمان رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم گرمی گریزم از نظری مردمان رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم قربانت من نگارم یار اسیرت من نگارم جان توی پیرم توی تدبیر پیرم دعایم کن دعایت را بگیرم دعایم کن دعایت را بگیرم نمیمیری توی مادر اگر من برای ما
توی مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. خوشبختی زی قسمت خواهری من سرافرازی در عالم داری من زمین تا آسمان راضیم از تو. تو از من راضی رفتی مادری من. زمین تا آسمان راضیم از تو. تو از من راضی رفتی مادری من. سرشتی من نهادی من تو بودی. صفایی بام دادی من تو بودی. ایا مادر بدان
بین زمین و آسمانم زنده در بین زمین و آسمانم زنده دامنی از شیر پاکت پاک بازو پاک جان زنده در بین زمین و آسمانم زنده ایام مادر بدان بی سوادی نخستین از تادی من تو بودی ایام مادر بدان بی سوادی نخستین از تادی من تو بودی عالم نام و نشانت باقی است آهنگ و ترانه روانت باقی است هر بیت سروده تو همچون پنده در سرخی بزمی پیروانت باقی است هنرپیشه شایسته تاجیکستان زندیات عالم بابایف در انتخاب متن شعر طبع بلند و ذوق خداداد داشته از شاعران معاصر نیز تنها بهترین دردانه‌های ادب را آهنگ می‌بست. او همنشین چندین شاعران معروف همزمانی خود بود و با همکاری آنها محفل‌ها را با ساز و ترانه و آواز ناتکراری خود شاداب می‌گردانید. استاد عالم بابایف شاگردان خیلی زیاد را در جاده صنعت و هنر تربیت نمودند که امروز پیروان این هنرمندی زندیات سرود و ترانه های ایجاد کرده او را ادامه داده دوام دهنده صنعت والای این هنرمند می باشند. صدای تو ز دل خیزد نشیند باز بر دلها چو امواج خروشان می کشد خود را ز ساحلها به آهنگی تو می خواند همه رود و همه دریا به سازی تو به هم گشته همه قوم و قبایل ها.
خون نخواهد یافت هرگز خواست که دردی خون نخواهد یافت هرگز خواست مکش حربی گناه را بی‌ترس آخر که در مشهد طلب دارم فردا خونی چندین گناه است و تو شاهی مقامی بندگی از من سریری جا است مقامی بندگی از من سریری جا است وقتی که روزی رنگم شمی شد سیاه است منی بدید و عمری خود ندیدم نگاه است ندیدم نگاه است ندیدم در این یک
عروسی خوشخالی چیلکا گل من ای گل من عروسی خوشخالی چیلکا گل من در جهانی من تو باشی فدای سازی جانی من تو باشی در جهانی من تو باشی جوانی را کنم قربانی نامم اگر یاری جوانی من تو باشی جوانی را کنم قربانی نامم اگر یاری جوانی من تو باشی گل من ای گل من عروسی خوشخالی چیلکا مثل ما کسی شایده نباشد چون عاشق در این دنیا نباشد من از ابروی پیوستی تو خوندم در میانی ما نباشد من از ابروی پیوستی تو خوندم جدایی در میانی ما نباشد
که باران نم نمی داشت دلم از بی غمی تو چی غمی داشت ندانستم که در عشق و محبت دلی پر آرزویم چی کمی داشت دلی پر آرزویم چی غمی داشت بگذرم گل سر خمیدم با دریا بینگرم موجی رمیدم بیاندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم ندیدم بیاندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم دنیا ندیدم چشمی بیگناهی تو مرا کشت نگاهی بی پناهی تو مرا کشت نمردم از هزاران هست و بودم یک آهی تو یک آهی تو مرا کشت نمردم از هزاران هست و بودم یک آهی تو یک آهی تو مرا کشت سحرگاهی که باران نم نمی داشت دلم از بی غمی تو چی غمی داشت ندانستم که در عشق و محبت دلی پر آرزویم چی کمی داشت دلی پر آرزویم چی کمی داشت
مشعل شدم میسه ها دریانه ها بخمل شدم لاله ها دریاله ها مشعل شدم میسه ها دریانه ها بخمل شدم کوزه در بر دخترانی آتشم در سری سر چشمه ها معطل شدم کوزه در بر دخترانی آتشم در سری سر چشمه ها معطل شدم در سری سر چشمه ها معطل شدم در بهاری عشق و امید و هوس تو چرا از من گریزان عشق من آبرویم صدقه نامی تو باد آبی چشمم را مری زان عشق من آبرویم صدقه نامی تو باد آبی چشمم را مری زان عشق من آبی چشمم را مری زان عشق من کاکلانی بدی مجنون ویزیت باد زلفینی درم را میزنم گویدم از خانه سردت گریز تا کجا بگریزم از ارمان تو ابری گریان برقی خندان عشق من
چشمم را بری زان عشق
عشق را دریافتم از پیش رو دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت بر دل بر دل باختم آن کب گیرم شد از برم بر دل بر دل باختم آن کب گیرم شد از برم فصل بهاران آمد و دوران گل بی ما گذشت فصل بهاران آمد و دوران گل بی ما گذشت من از خطا مختم در زندگی در سی وفا من از خطا مختم در زندگی در سی وفا باشد بی خطا از دار این دنیا گذشت آن کیست باشد بی خطا از دار این دنیا گذشت هرگز نکردم دعوای بر کسب و شعر و شاعری گرچه شب و روز از دلم خونی که از رگها گذشت اقبال هر کس در زمین بوده است در دستی اقبال هر کس در زمین بوده است در دست او عالم کتابش در بغل دهقان از این صحرا گذشت عالم کتابش در بغل دهقان از این صحرا گذشت این جهان را نگر با چشم دیودان چشم کندرون نگری همچو دریاست وزنک و کاری کشتی احساس تا بدان گذری واقعا هنرمند منبع نور است که به دلها سرور و به دیده ها
میبخشد. توسط هنری اصیل انسان را به عالم زیبایی رهسپار می‌نماید. توی بود و نبودم ملتی من، توی سمت سجودم ملتی من، سرود عمری من پایان پذیرد. تو میخوانی سرودم ملتی من. نگهبانی منی آسمانی منی و یا در آسمان محبت هماشان منی و یا در آسمان محبت هماشان منی جهانی تو باشم تو خود جهانی منی در این جهانی غلط باز بی غلط باری در این جهانی غلط باز بی غلط باری اگر جهانی تو باشم تو خود جهانی منی اگر جهانی تو باشم تو خود جهانی منی آسمانی منی آسمانی منی و یا در آسمان
افتاد تا مهاجری آن دار گشته است. ای شو طرف به ملک دیر این کار گشته است. زان روز رنج مطلعی اشعار گشته است. این زندگی مرادفی تیمار گشته است. خلقی خدا زماتمش افگار گشته است. خونیاگری که مرهمی دلها خسته بود، در شش مقام شبهی او به سجسته بود. تیری نواش پرده جانها گسسته بود. ارجی هنر بر گنبدی افلاک بسته بود. اندر پناهی رحمتی جبار گشته است. هم داستان هم نفسم با غم و قلم، تاریک در نظر بود انوار صبحدم. همسانی او مردنی خود مرده میدهم. پیوستم بر رشته سردرگمی آدم. آزردم چه بخت ناگونسا گشته است. صیاد ماهر است اجل در شکار ما. دامی بلا فکنده بر هر ره گذار ما. اما نبود است یکی شهریار ما. اینجا خاکستری خموشم و شمعی پراتشم. ماتم غزل بخوانم و زهرا به در چشم. همچون مفضل از غم و حسرت مشوشم. عالم زی اهل عالمی اسرار گشتم. استاد تا مهاجری آن دار گشته است.
پاکت دلی من آشیان ماند بمان تا در جوانیت نشان ماند بمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند بمان تا در جوانیت نشان ماند تو بان حسنی عالمگیر از عالم چی میخواهی بمان از درد عشقی تو در دلی من نشان ماند تو بان حسنی عالمگیر از عالم چی میخواهی بمان از درد عشقی تو در دلی من نشان ماند محبتی عالمگیری من عشق عالم سوزی من محبتی عالمگیری من عشق عالم سوزی من تو را میخواهم ای مهتاب در این شبهای مهتابی تو را چون خواب میخواهم در این شبهای بیخوابی تو را میخواهم ای مهتاب در این شبهای مهتابی تو را چون خواب میخواهم در این شبهای بیخوابی نمی آی نمی جوی ولی بعد هزاران سال مرا چون استخوان رودکی از خاک میکابی محبتی عالمگیری من عشق عالم سوزی من محبتی عالمگیری من عشق عالم سوزی من محبتی عالمگیری من عشق من عشق من عشق عالم سوزی من محبتی عالمگیری من عشق عالم سوزی من عشق عالم سوزی من
در روی خطی سیاه تقدیر نامم به غلط نوشته بودم در روی خطی سیاه تقدیر نامم به غلط نوشته بودم
من نمیگویم که در دنیای عشق تو مرا دل داده و دلدار شم صبح دم از جاگهی پر ناز خود با نوازش های من بیدار شم صبح دم از جاگهی پر ناز خود با نوازش های من بیدار شم من نمیگویم بیا از شعر من گوش کن آهنگ های نوبهار من نمیگویم بیا از شعر من گوش کن آهنگ های نوبهار جستجو کن از ضمیر پاک من در محبت رنگ ها لاله‌زار جستجو کن از ضمیر پاک من در محبت رنگ های لاله‌زار صندوقی که میبری چون نوروز پر بود از قصه دشواریش صندوقی که میبری چون نوروز پر بود از قصه دشواریش در وفاداری و در پر طاقتی خورشیدینا تکراری عشق در وفاداری و در پر طاقتی
دینا تکرار عشق. آوازی تو را زی صد جهان می شنوم، با گوش دل و با گوش جان می شنوم. آوازی تو گر زی باغ گلها آید، از بین صدای بلبلان می شنوم. استاد تا مهاجری آن دار گشته است، عیش و طرب و ملک دل این کار گشته است. زان روز رنج مطلع اشعار گشته است، این زندگی مرادفی تیمار گشته است. باعث فرهمندی است که در برنامه فرهنگی تحت عنوان گلبانگ شش مقام که بخشیده به 65مین سالگرد هنرپیشه شایسته تاجیکستان زنده یاد عالم بابایف می باشد، هنرمند محبوب و شهرتیار دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان ارکین آدینایف حضور دارند. استقبال میگیریم. دوستان ما باوری را از کجا پیدا کنیم؟ دوستان ما باوری را از کجا پیدا کنیم؟ دوری از اغواگری را از کجا پیدا کنیم؟ آدمان از بحر چی دور گشته از آدمگری، آدمگری را از کجا پیدا کنیم؟ آدمگری را از کجا پیدا کنیم؟ شاعران خیلی زیاد و شعر به احساس شد، ای لایقی شعری دری را از کجا پیدا کنیم؟ به سرایید با همه احساس و با فریاد دل، عالمی اسکندری را از کجا پیدا کنیم؟ سرایی با همه احساس و با فریاد دل، عالمی اسکندری را از کجا پیدا کنیم؟ عجب دنیا و خود هم ترک این دنیا نبود، آرزوی دردری را از کجا پیدا کنیم؟ رفته ها رفتند و ناپیدا شدند محکم پوری، مانده های سرسری را از کجا پیدا کنیم؟ مانده های سرسری را از کجا پیدا کنیم؟ نمی گنجم در این دنیا، نمی گنجم
نمی‌گنجم در این دنیا نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دی تنها نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دی تنها نمی‌گنجم پروا کی در پروا نمی‌گنجم زی خودوار است تب پروا کی در پروا نمی‌گنجم یک رهزن دچار آمد با صورت چون نگار آمد شکاری لکار آمد که در صحرا نمی‌گنجم کشاد او بند و بستش را ببوسیدم دو دستش را ترحم کرد در سودا که در سودا نمی‌گنجم شرابی عشق بخشیدم چو آن روزی می‌سنجیدم زیاد سودی او دیدم که در مهوا نمی‌گنجم زیاد سودی او دیدم که در مهوا نمی‌گنجم همان گنجم با جنگ آمد دلی تنگم با سنگ آمد با سرباران ننگ آمد که در پیدا نمی‌گنجم با سرباران ننگ آمد که در پیدا نمی‌گنجم من از آن بر رشادانم که با گم گشت هم جانم من از آن بر رشادانم که با گم گشت هم جانم شکستی رنجی مستانم که در مینا نمی‌گنجم شکستی رنجی مستانم که در مینا نمی‌گنجم عجم را دار از این معنی که در شعری تو می‌گنجم عجم را دار از این
نمی‌گنجد در این دنیا نمی‌گنجد منی تنها میانی تو دی تنها نمی‌گنجد منی تنها میانی تو دی تنها
خدا نما با دیده تره ذکر خدا نماید با دیده تره ما را کند نظر الله داره ما را کند نظر الله داره دل خنکی های تو یخ به سر تا پای من تو ماری گرمیم ندار از موی او مولای من تو ماری گرمیم ندار از موی او مولای من صحرای عشقم در جهان شد جامی و ویلای من صحرای عشقم در جهان شد جامی و ویلای من با من بیمان و گریه کنه صحرای من صحرای من با من بیمان و گریه کنه صحرای من صحرای من در پیشی رخت یک لحمه باشد از سراب گل ز دیوانی جمالت یک ورق از صد کتاب فکری زلفت داشتم شوقت به دل زد آتشی فکری زلفت داشتم شوقت به دل زد آتشی سوختم چندان که پیچیدم به خود زین پیچ و تاب سوختم چندان که پیچیدم به خود زین پیچ و تاب من شهیدی تیغ عشقم دودی ها هم شد علم بر سری خاکم گذر کن تو نمانی از ثواب من شهیدی تیغ عشقم دودی ها هم شد علم بر سری خاکم گذر کن تا نمانی از ثواب تازی فیضی آگهی تو را سخن سر کردیم تازی فیضی آگهی تو را سخن سر کردم بعدی من شاعر کسی دیگر نمی بیند بخواب بعدی من شاعر کسی دیگر نمی بیند بخواب چشم می دمد همچون نی نرگس هر بند
تویم من عشق و ارمانی تویم من درد و درمانی تویم من عشق و ارمانی تویم پزمانی چشمانی تویم با من بیمان پزمانی چشمانی تویم با من بیمان گر با تو منزم می شوم دور از من کم می شوم من یک قلم غم می شوم با من بیمان با من بیمان با من بیمان با من بیمان جاریست در صحرای عمر از لحظه ها دریای عمر جاریست در صحرای عمر از لحظه ها دریای عمر میترسم از پهلوی عمر با من بیمان میترسم از پهلوی عمر با من بیمان با من بیمان با من بیمان یاران همدانه کنیان منی سرشته الهام منو کار منی سرشته الهام منو کار منی با یاد تو شبها همه شب خواب ندارم با یاد تو شبها همه شب خواب ندارم چون گوهرکی دیده بیدار یاری منی چون گوهرکی دیده بیدار یاری منی جدایی در میان ما نباشد من از ابروی پیوستی تو خواندم جدایی در میان ما نباشد گلی من